تو کشورهایی مثل کانادا و آمریکا خیلی وقتا کسایی که توی اوبر کار میکنن، کارهای خدماتی میکنن یا بیزنس های کوچیک دارن، درآمدشون خیلی بیشتر از آدمای شیک پوش پشت میز نشینه. خیلی از مهاجرا قربانی پرستیژ کاری میشن، یعنی حاضرن با حقوق خیلی کمتر کاری رو انجام بدن که خیلی شیکه، ولی درآمدش از کارهای خدماتی یا بیزنس های کوچیک خیلی کمتره. دلیلش اینه که اینجور افراد توی کشور خودشون آدمایی بودن که توی بیزنس خودشون خیلی موفق بودن و براشون اینجا سخته بیان کاری رو شروع بکنن که اون اصطلاح پرستیژ کاری رو از نظر خودشون نداشته باشه. اما در واقع مشکل اینجاست که اگر شما بخواید توی کشوری پیشرفت بکنی، وامی بگیری، خدماتی بگیری، از نظر مالی کاری ندارن تایتل شغلی چیه، نگاه میکنن کش فلو چقدر بوده، چقدر درآمد داشتی تو سال. من خیلی آدما رو دیدم که اوایل اومدن با یه کار خیلی شیک سعی کردن شروع بکنن پشت میز، ولی بعد از یه مدت شروع کردن بیزنس خودشون رو زدن، رفتن سمت کارهایی که خدماتیه، بیزنسایی که به کارهای خدماتی مرتبطه و در عرض 1 سال درآمدشون چندین برابر اونایی شده که حتی صاحب اون بیزنسایی بودن که افراد شیک پوش رو استخدام میکردن. این خیلی نکته مهمیه.